بعضی پست‌های شما با جنگ میره، یعنی همین دل خودم خوش باید جنگ کنه. هرچی که من می‌نویسم نیمی مردم توراتش میشکنه. بس 1,000,000 تن باداملو عبدالرحیم چی شد؟ دیگر بروش جلک و سلب و تاقیب و اونها سر و کار نمیگیره. گفته که 60% قرآن از اوستا گرفته شده. بله بله. در گات‌های زردشتی تغییر نیافته است. الهامین از گات‌های زردشتی بحث ده باید خیلی حقارت کنی. درشت میگویم نمیخوام یک زیویی با قول ما بخمو چمو و لخ باشه. کشتن یک نفر بناحق گویا بشریت قتل کرده. بله آیت هست اینا. تمام دنیا در حال یک دین انسان میکشد، همین اسلام است. از 4 خلیفه 3 ترور کرد، یعنی ضرر ترور از همه بیشتر مسلمان‌ها کشیدن. با پشتگیری ما احتیاج نداره، نیاز نداره. پیغمبر. بله ما با باوریم، شما از باوری‌هاتون تو حاضر مثلا بله اعتقاد است. او چی میکنین مثلا ببین تو حاضر میکنین چی با یک مسلمان حق نداشته باشه که از اعتقادش حمایت کنه. این اگر کور کردی کو قطعا دیگه گپ نمیزنی. برادران گرامی، پیش از تماشای نمور یک خردک یک اعلانچه دارم نگذرانه. همین مغازه را ما چند سال پیشتر سال 2019 هم قرض کردیم و از چند برابر قرض کردیم. تمام یعنی استیلیاژو، همین بارو، این استیلیاژو، نه بارو، نه خیلی مانیکینای زیاد داریم. خوب دو برادر که قرض کردیم امروز زندگیشون بسیار مشکل شده، از چه راستی رفتن نمیمونن. یک دیگه‌اش مادرش بیمار است، اونایی که من قرض کردیم. خوب کوتاه گپ همین مغازه را من خوب استیلیاژو بارو شد به نرخ ارزان میفروشم تا قرض همین دو برادر بتیم تا در حق مشکلی اونها هم زمین نشیم. برادران گرامی، رقم دستی ما در پایان میمونم. برادران هر کسی که طلب خریدار همین بارو و تمام یعنی استیلاژو و مانیکینو و همه اینا هستش، خوب زنگ میزنیم برادران، واتساپ، وایبر، ایمو همه شامل. سلام با بینندگان نوارهای ما در سامانه‌های اجتماعی. امروز ما یک صحبت داریم با اکای عبدالقادر توبکوف که فکر میکنم خیلی ها میشناسندش و صحبت ما اصلا در دایره نوشته های اکای عبدالقادر در فیسبوک بحث های خیلی جدی را به بار میآورد. اصلا صحبت ما گیرده همین بحث هاش، مثلا گیرده نوشته ها و بحث ها و چیزایش که بعضیش برای من هم نفهم است. میخوام مثلا بدونم که اکای عبدالقادر توبکوف یعنی با نوشته هاش چی میخواد. من راستی اوستا رو نخوندم. من رنگی ملایی که گفتم ما اوستا رو خوندیم نمیگم که من اوستا رو خوندم، چون من اوستا رو نخوندم. ولی من یک چند نوار، شما یک دوست دارین در فیسبوک، این نفر نام دارد عمر فاروق. دوست دشمن، دوست تره دشمن. دائم همین یعنی میگم دوست شما، چون دائم در بحثا با شما هست. همین یک چند نوار من راستی اونجا توجه کردم در مسئله زردوشت. بله. این یک نوار شما دیدم که خوب نوار آبتین ساسانفر رئیس انجمن جهانی زردشتیان میگه که زردوشت خوب میگه اوستا را زردوشت ننوشته است. اوستا در حدود 300 سال بعد از زردوشت نوشته است. یعنی رئیس انجمن زردشتیان دنیا میگه. یعنی تا کجا این دلیل درست است که مثلا اوستا را زردوشت ننوشته است؟ خوب اوستا در مدت 300 سال نوشته. و این کار از اواسط زمان اشکانی ها شروع شد و زمانی که ساسانیان به وجود اومدند، قدرت گرفتند، سعی کردند این کار رو که جمع آوری اوستا بود ادامه بدن. در نتیجه این ادامه پیدا کرد تا زمان شاپور دوم، یعنی در حدود 300 سال طول کشید تا این اوستا جمع شد. و بعد شاپور دوم که از پادشاهان مقتدر ایرانی بود گفت ما کتاب دینی داریم و بیدینی نشاید، همه باید به اون اعتقاد پیدا کنند. و این کتاب اوستایی که جمع شده بود برای یک پارچه کردن مردم ایران بود، برای اینکه اختلافات از بین بره. در نتیجه تمام دین ها رو در اون اوستا جمع کردن. اوستا در دست من 800 صفحه، نه کمتر از 10 مرتبه اینو ختم کردگی من. خوب
اوستو، نام اوستو حتی در خود اوستو ننوشته نشده است. مثلا قرآن اگر در قرآن نوشته شده باشد که این قرآن است یا فرقان است، ولی در اوستو نام اوستو نوشته نشده، یعنی نام این کتاب بعدتر نامش بعدتر مانده شده است. ولی 33 گوتی زردشت، گوت‌های زردشتی، یعنی که همین 33 سروده که بر اثر پیامبر شدنش الهام آمد و فرشته بهرام به قول مسلمان ها فرشته خب آمد و پیام داد که اهورامزدا خداوند شما را پیامبر انتخاب کرده است و شما معراج می شوید به قول مسلمان ها، یعنی که عروج می شوید به نزد اهورامزدا، به نزد خداوند ما شما را باید بریم. و بعد آنی که رفت و از پول صراط که ما مسلمان ها میگوییم چتوان پول، اولین بار نامی سری پول صراط در اوستا است، چتوان پول. و اولین بار همین جبرائیل که میگوییم این بهمن است. در مسلمان ها جبرائیل است، در زردشتی ها بهمن، فرشته بهمن. همین خوب عروج بکند. بازی ما و شما میگوییم که اولین بار حضرت محمد معراج کرده است، اولین بار زردشت معراج کرده است، اولین مراتب. این تاریخ مستور است، این دیگه جای بی بحث است، چرا که اوستو تاریخ است. اوستو از قرآن 2000 سال کلانتر است، بیشتر. خب کوتاه که همین اوستا را زردشت نوشته شده نه؟ بله، اوستا به نام زردشت آمده است، اساس نام دارد، یعنی که اساسهای دین گفتن اگر و 33 گوت زردشت یعنی در زمینه الهام های زردشت آمده است و چنانه که عطار، سعدی، حافظ بعداً قرآن را که تقویت بخشیدن و در مغز تاجیکان وارد کردن، از کیمیای سعادت غزالی سر کرده. در زمینه 33 گوتی همین زردشت بعداً اوستا پیدا شد. خب در همین اپتین سوسونفر رئیس انجمن جهانیان زردشت در یک جای دیگه هم نوار گفت که خب در اوستا موجود، میگه در اوستا موجود در هیچ کجا زردشت به عنوان پیغمبر دیده نمیشه. در همین اوستا میگه در هیچ کجاش نمیگه که زردشت پیغمبر است. زردشت بیشک پیغمبر است. نه در اوستا هست که زردشت پیغمبر است. وقتی که من میگم که مثلا عروج کردن که بعد میگم که کی رو با خداوند دیگر فریاد میکنن از خودش اگر پیامبر نباشد. در کتاب هست یا نه؟ هست. برای که میگه در کتاب زردشت در هیچ کجاش نیست. کتاب آسمانی نیست و گاته ها سروده زرتشت است، یک انسان زمینی و تمام شعائری که به اسم شعائر آیین زرتشت انجام می شود اینها ساختگی است در واقع، نه مال دین زرتشت. درست عرض میکنم؟ بله، ما زرتشت رو به عنوان یک مکتب فلسفی بهش توجه میکنیم، نه به عنوان یک دینی که میتونه در جامعه نفوذ داشته باشه. این همین خیلی آدم ها رو مثلا من باور ندارم که رئیس انجمن است، همین ایران با $1,000,000 میخردن هم انسان رو و این تهمت نامه ها که سر میشود، تمام تهمت نامه های زردشتی در بر اثر دامله های اسلامی نوشته شده است. و آخرین باری که من گوش کنید شما این اساس نیار کریستنسون مثلا برای ما میدونم که ملاها بسیار در حق مثلا نوشته و زردشت برای چی میری بویس رو نخوندی؟ نه من گفتم که نخوند، نه بود جای دیگه. نه برای چی میری بویس مثلا برای چی مثلا برای چی را تماشا کردم؟ مگر رئیس انجمن جهانی دروغ میگوید. جهان رئیس انجمن دروغ زردشت نیستیم. 100% دروغ میگوید. دکتر خسرو خرزی نماینده مرکز زردشت ایران عربن اینا. هر چی خدا آفرید خودش هم در اون جا است. مگر در هیچ جای گاتهای زردشت نمیگوید که به اهورامزدا که به تو ایمان دارم یا با تو باور دارم یا عقیده دارم، میگه که من میخوام تو رو بشناسم. یعنی خدا رو میگه، نمیگه که اهورامزدا خدا، ما با خدا ایمان دارم، میگه من میخوام اهورامزدا رو بشناسم. زرتشت در این بند 8 از سوره 4 میگه که ای مزدا، زمانی که تو را با اندیشم شناختم
در هیچ جای گاتا نمیگه زرتشت به اهورامزدا که به تو ایمان دارم یا به تو باور دارم یا به تو عقیده دارم. اون میگه من میخوام تو رو بشناسم و تو را شناختم. بنابراین در آیین زرتشت نه باور هست، نه عقیده هست و حتی نه ایمان هست. 1,000,000% دروغ است. من وقت نداری، من دیل خواه همین جای زردشتم من اقتباس میارم. خب دروغ است، دروغ است. یعنی از رئیس انجمن زردشتیان دنیا، خب گوش رئیس کنید. انجمن مرکزی در اروپا زردشتیان در اروپا تصور کنید شما. برزیدی اینها یعنی برزیدی گفته شما است. عنوان دروغی دارن. عنوان دروغی دارن و هیچ کس رو چه حق دارد که رئیس زردشتی در اروپا، رئیس زردشتی دنیا در اروپا باید تعیین شود؟ این بحث زردشت تمام مکه فقط در مسئله نهشتات میگذاریم. بعضیا میگن که عمر فاروق خود عبدالقادر طلبکف است. برای چی میگن؟ برای میگن که چرا عبدالقادر طلبکف وقتی یکون کس مثلا دشنومش میکنه حتما بلوکش میزنه، ولی با عمر فاروق چندین سال است که بحث میکنه عمر فاروق بلوک نمیزنه. با خدای عالم قسم عمر فاروق من نیستم و این انسان من نمیشناسم. من تنها به خاطر اون بلاگ نمیمونم که از او کس من نمیترسم. درجه دانش معرفتی من از وی بلندتر است. من میخواهم که بحثی ما بسیار دوام کند و حق را از باطل دیگر را بفهمند. بله. خوب اکا بحث 1,000,000 تن با دوله عبدالرحیم چی شد؟ مرا به مقامات دعوت کردن. به 2 مقام. برای شما دعوا کرده حتی رسول نه، شد که شما بله، عبدالرحیم رو به دادگاه میکشید. بله. من تنها به خاطر اون که خب مرا هم به مقامات امنیت دعوت کردن و هم به مقامات جنایت‌های متشکل. خب و نه به خاطر اون که دعوت کردن که جزا بدهند، از من خواهش کردن که همین جامعه را نارام نکنه. بحث‌های دینیتان میخواستن که ما رو آشتی بدرانند. بهترین کار است. خب که یعنی که دیگر بروش جلک اونها سر کار نگیر، اونها با زردشت تو سر و کار نگیرند. بهترین کار. و من اونها هم وعده دادن به مقامات وعده دادن که ما دیگر با عبدالقادر بحث نمیکنیم، با نیاگانمان اهانت نمیاریم و من وعده دادم که دیگر بروش جلک و سلب و تاقی و اونها سر و کار نمیگیرم و با همین یک نوع ما به نقطه کمپرمیس رسیدیم. بهترین. یعنی شما از اون چطور گشتید؟ بعد دست کشیدم که دیگر سودبازی نکنه دیگر. اونها مرا فهمیدن. بعد فهمیدم که در بعضی امر معروفات نزد مریدان همین تیز میکردن. هر دو اینها اعتراف میکنن که عبدالقادر بی‌سواد نیست و من هم اعتراف میکنم که اونها هم بی‌سواد نیستن. خب ما ملاها رو نمیفهمم که خب چی به سخت میرن. من مثلا به عنوان یک مسلمان من نمیتونم که گذشته ما رد کنم. شاید مثلا خب 3,500 سال پیش چرا محمد رد نکرد گذشتهش عبدالله رو پدرش؟ گذشته من اگر اوستایی و زردشتی من نمیتونم هیچ کاری بکنم. یعنی غیر قبول کردن که گذشته من زردشتی و اوستایی بود. ولی بعضی چیزایی که مثلا ترغیب کنم خیلی نه این چیز دیگره. گذشته ما فقط زردشتی نبودن. در تاجیکستان امروزه تقریبا 40-50% گذشتگان ما بودایی بودن، 40-50% زردشتی بودن. مقصد داشتیم هر کسی هم که باشن، یعنی ما حتی خداوند میگه که شما خدای دیگر رو حقارت نکنید که خدای شما رو در جا خدای تو برای تو، خدای من برای من. خدا است که مثلا ما رو نمیمونه خدای دیگر رو حتی بود حقارت نکنید تو خدای شما رو حقارت نکنه میگه. خب از اونه که مثلا از مرا فهمیدید داداری عزیز، مرا فهمیدید. اگر من رفتو شود و باید و کندو همین تغییر دین و مذهب کنم، مناسبت تو به من دیگر می شود؟ نه من کار ندارم. برای که اگر جواب سوال تا خودت میتونی من جواب سوال خودم میتونم بعد مثلا بعد این هیچ کنم سوال دیگر یک چی نوشتن که یک بار نوشتن که 60% قرآن از اوستا گرفت. ما برای چی گفتن که بله صحبت از این بحث نیست. خب بله خب گفته که 60% قرآن از اوستا گرفته. بله شما میتونید 3 آیت یعنی در برابر است همین 3 چیز از اوستا بیارین، 3 آیت یا 3 سرود که خب همین یعنی قرآن 60% نه همگی 3 آیت که همین 3 آیت به نظر شما از اوستا گرفته شده. قرآن
مطمئنا من میگویم که 60% حتی زیادترش از اوستا است. گذشته از این بیبلیا، انجیل از اوستا است. گذشته از این تورات یهودیو از اوستا است. ما هر دو ژورنالیست هستیم. قرآن گوش کنید. 1400 ساله قرآن است، 1400 ساله بگیریم پلوس مینوس 1400 1500 هر 450 بگیریم خیر 1400 ساله قرآن است. خب بیبلیا چند ساله است؟ 2000 ساله، روزی تولد عیسی، یعنی که عیسی. پیش از این خب 3000 ساله تورات موسی. پیش از این اوستا، یعنی اولین پیام بشریت رو، اولین بار آدم و حوا رو در شکل مشا و مشایع، اولین بار هستی یک خدایی رو اگر زردوشت تبلیغ کرده باشد و اولین بار گفته باشد که ستایش خدایی رو که پروردگار عالمیان است، همین سوره الحم پر اوستا است. نه خیر نگه خوب بیارن که سه مثلا سه آیات قرآن از اون آیات چی گفتن نگه؟ من سوره آوردم که الحم پورا از اوستا است. همین سوره الحم پورا ستایش خدایی که پروردگار عالمیان است. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. چه اوستا از قرآن گرفتن؟ رسول شما گفته که مثلا قرآن اوستا بعد یعنی مکمل شد، یعنی بعد گفته بعد چه خیر خدای نمیدونم کیو گوش کنید شما. چه از اینجا برای چی گوش کنید شما زردوش ننوشته است؟ برای که وقتی که شاید اینو بعضی چیزاش بعد از اسلام نوشته شدن، شاید بعضی نه شما گفتین آیات، من سوره آوردم که از زردوشت اوستا است. یعنی حاضر اگر هر کسی که تصدیق کنه که اوستا یعنی کتابی نمیدونم زردوشت میگه که اوستا رو ننوشته، شما ردش میکنید. البته این اوستا برنامه زرد حتی اگر چند نو بری زردوشت دنیا شما ردش میکنید. شما فقط اندیشه خودتون. این دروغ است، این رهبر نیست. شما که در اول ثبات که یعنی بعد مکمل شدن، بعد سعدی نمیدونم به دل حافظ. نه اینو چیکار کردن؟ اینو تقویت بخشیدن. یعنی تقویت بخشیدن که باشد که الحم مثلا که اوستا بعد از الحم نه نه وقتی که اینو مکملش کردن در گاتهای زردوشت تغییر نیافته است. الحم این از گاتهای زردوشتی است. چطور زردوشتی داریم دعوا میکنن که اسلام اومد یا تو اسلام هیچ نمونده از زردوشت، همه رو آتش دادن میگن. اینجا شما میگی که نه گاتها شده. یعنی دوم 33 سرود زنده ماند. 33 عربو همه کتاب ما رو فرهنگ سوزاندن. نه چخیل باز موند است. گذشته از این همینا من خواهش میکنم مون افیرده. گوش کن. در زمان خلیفه عمر ایمپری ما شکسته شد. یک گروه فرهیختگان و فرزانگانی که با اسلام ایمان اعتقاد اینما المؤمنین اخوة گفته و وارد شدند، همونها گفتند که به هر صورت حاضر همین ایمپری ما رو شکستید. همین دین ما هم یک خدایی است. به هر صورت همین را زم کردن نکنه. یعنی که اولین دینی توحیدی است. اولین دینی که خدا را با یکتایی شمرده است اوستا و زردوشت است. دیگر یگام دینی دیگر اینا نکرده است. خب یگانگی خدا، همین لا اله الا الله محمد رسول اولین بار زردوشت است. خب بعد نه انا کنه گوش کنه همین لا اله یعنی که با لحن با عربی گفتم یعنی که ستایش خدا را که یکتای عالمیان است در زبان پارسی. خب میگه که جمع کنید فرهنگیان عرب قسما فرهنگ کتاب هم نخوندن، یکی فهمیدن همین جایی ایرانی را گفتن بیاین دین جمع کنیم، خیلی ایمپریشون رو شکستیم ولی همین نخبگانشون رو نکشیم و استوسته اینو با اسلام گذارن و از گنرالیتتشون پرسیدن، از شمشیر زنهاشون گفتن که این فرهنگ قدیمتر است، این دین قدیمتر است، ما در درون اینها نابود میشویم. یک راه است تمامی کتاباش میسوزونیم، تمامی موبداشون سر میبریم، اسلام در همین ایمپری فارس وارد جاری میکنیم و برای این کارشون در دنیای دیگر جواب میگویند. من ادوکاتی انمنا هستم. از کدوم کتاب هستن؟ تاریخی؟ این برای 3-4 هزار کتاب یا 5-6 کتاب خواندن در کور خطیبی اقلا که مثلا در مورد وای کنه شما که هر کتاب تاریخی که میخونه باورش میکنید؟
نه تاریخ چشم شما مثلا برای چی شما باور میکنین؟ برای چی که تاریخ اسلام باور میکنین؟ گوش کنه تاریخ برای چی نگاه تاریخ پیروز ها می نویسن. اما در نظر دارم که وقتی که آیت میگم و سریع بحث نمیکنم. یک چیز شما داریم مثلا میگن خیلی همین میگه که مثلا این روز گفته که 5 بار با شما پاکشون نشه. معلوم است که گفته شما رو اکثر قبول ندارن. بله. من شما داریم میگه که مثلا پدر شما بله. بعد کلام سالان اولاد شما نسبتشون چی نظر داره؟ بازی کاملا سخنان را قبول ندارن و کاملا خفه هستن که از پسر دوملو عبدالخور فرزند ژورنالیست دعوای زردشتیه دارد و انا مبلغ جدی اسلام نیست. خفه هستن از من ولی بحث نمیکنن. خفه هستن، معلول هستن ولی یک چیز است. من همچون ادوکتی نیاکانی بزرگم حتی آماده هستم که کشته شوم ولی همین آیین نیاکانم من پاس میدارم، حفاظت میکنم و گذشته از این میخواهم که در موردی اوستا نیاکانی ما گذشتگانی ما بیشتر بدانند. تحمل پذیری شعاری اگر اهل سنت و جماعت و پیری مذهبی من است باید تحمل پذیر باشه. چنانه که حالا از گفته های من عصبی نمیشوی میخندی. چیکار کنیم وقتی که تحمل پذیر باشیم؟ دانش معرفت افزون داشتن. یعنی میشه که پلاشتکه تشکیل کنیم مثلا هم خوب کسی میگه که نمیدونم زردوشت پیش از قرآن اومده است یا اونو جمع شدن که مثلا تکیه قرآن نکن یک صحبت‌های بی جنگ شود. ببینید شما ما برای چی سوال کردیم؟ شما گفتید که 5000 کتاب خونده. خب حدود 5000. من 55 سالم. تقریبا در نظر چی را داریم؟ ببینید وقتی که شما بحث میکنین شما 5000 کتاب خونده. شما میتونه بگی که خب حدود چند سال شما در فیسبوک مثلا همین دعواها را میکنین؟ چقدر سال شد در فیسبوک هستین؟ حدود چون شما را بیشتر از فیسبوک میشناسید. 7 8 سال. شما در همین 7-8 سال چند نفر افراطی را از امور خوش گردانده؟ زیاد. یعنی تونستید یعنی کسی توانستم. افراطی رو گردانده. بخشش پرسیدن، کابینت آمدن، خانه آمدن، حقارت هم کردن، زن و کودکمون حقارت کردن و بعد 1 سال 2 سال 3 سال بعد آمدن بخشش پرسیدن که جوابگری داره چون که اسلام جوابگری میخواهد. شما تهدید نکرده یعنی اون مقام تهدید شما نکرد فقط خودشون درک کردن. بله هست. نظام قاسم رئیس فقه تاجیکستان در روز جنازه شیرعلی مصطفی‌قلوف همکسب ما ادعا کرد، ابراز نظر کرد که خیلی جوانان تغییر دادی با اندیشه ملی دینی نه ملی. آزی گفته که چی کنیم که تحمل پذیر شیم که یکدیگر رو طاقت کنیم نکشیم. کتاب خواندن نکن. یعنی که انسان وقتی که با معرفت میشود و با خلاصه میاند مانند خودت که قاضی نیستی کو خداوند در دنیای دیگر بها میدهد کو و در کجای آیات قرآن گفته است که تو جوابگری. حضرت محمد میگه که یک بار دعوت کنید. حتی یکی از شما روایت های اسلامی را قصه های اسلامی را میدونید که در یکی از جنگ ها یا بدر باشد یا که در جنگ احد باشد وقتی که وی گفت که من مسلمان شدم و این سپاهی کشتش و محمد اظهار نگرانی کرد و گفت که اوی از کجا در درون دل او در آمدی که گفت از ترس مسلمان شد. یعنی که کی این حق داده است که کسی مثلا اگر تو زنی مرا کودکی مرا 1000 بار حقارت میکنی گمان میکنی همچون مسلمان اصیل شدی یکم گمان میکنی که بهشت میروی یکم گمان کرده که چنین یعنی که همه آهسته فهمیده ایستادن که حتی یک نفر یک دوملو بحث میکنه در یک از ناحیه‌ها نامش نمیگیرن میروند نزدیک بگیم رئیس شورای امون ناحیه شورای جماعت مسجد جامعه ناحیه از دهات میرود سرخطیب ناحیه میرود میگه که من همه را حقارت کردم عبدالقادر ژورنالیست را گفتم که تو زردشتی لعنتی پدرانم. بعد میگه که یه راه داری اگر از دنیای دیگر امید داری رو بخشش باش. تا حاضره
یک 5-6 نمایندهش آمد. شرم می‌دارد که بیاید. اکنون وای کلان سال است. نمایندهش آمد که میتوانی ببخشی این بزرگی ما را، این عمکی ما را، این پدری ما را. فهمیده است؟ یعنی که آجی گفتن که درک شده ایستاده است که یعنی که مثلا قتل یک انسان قتل بشریت است قرآن. یعنی که هیچ کس تو را وظیفه‌دار نکرده است که هر نفری که از دین دیگر گذشت باید بکشی او را، قتلش کنی، تحقیرش کنی. خب برای چی گفتیم چند کتاب خونده ببینیم. مثلا 5000 انسان وقتی کتاب میخونه، ولی شما بعضی چیزا می‌نویسین که خودش ببینید خودتون تحمل پذیرانه نمی‌نویسید. وقتی در تلویزیون برنامه دولت اسلامی کردیم، ما هزارها سابشینی گرفتیم که میکشیم، حتی صدا شما موندگیم که ما کلایت را از پس گردن بله من هم این گپو خوب. یعنی اینو وقتی که با بعضی صحبت میکنیم، اینو فقط وقتی که میگه که چی با خداوند در قرآن نگفت که بزنید، گفت که یکم آیه گفت که اقرا بسم ربک، خوان به نام خدا. وقتی که اگر خواندن در دین اسلام اینقدر چیزی ضروری نباشه، چون خداوند در سوره نور میگه که در سوره نون میگه نون و قلم، یعنی با قلم خدا با قلم داره، با قلم قسم میخوره خدا، با قلم قسم میخوره. یعنی میفهمونش که خدا در قرآن میگه که با اهل کتاب با بهترین طرز رفتار کنه، اگر اونها که با شما نجنگه، با اهل کتاب این آیت قرآن است. ولی اینها میرون مسلمان با مسلمان شیعه با سنی میزنن. وقتی که یعنی ما فکر میکنیم که اینا رو فقط یعنی اینها رو فقط بدینشون میشه، یعنی بدین همین اسلام از اون کسی بهتر میدونه، یعنی بدینشون متقاعد چون که نادرست رفتار میکنه. ولی شما برای چی گفتم مثلا 5000 کتاب میخونه، وقتی که یک بحث میکنی و فکر میکنی که بحث دا باید خیلی حقارت کنی و نمیدونم، یعنی شما فکر نمی که خودتون سخت میگین، یعنی یه خیلی مینویسین که با همین میدونه خودتون که همین من درست میگویم و همین مغزی یخ بسته اش میخوام آب کنم. وقتی که درست بگذار حق یک نامی خداست. کافی دیگه کتاب خونه مایلش یعنی که بعد با ملایمی نمیشه این مردم فهمونده. این گوه و درشتی در کو. بعدن چیزی که هست که اینا گمان میکنن که همین زیایی باید یک انسانی ملایمی اگر گویی 100 بار زنده بخشش فلان، زیایی شمشیرزن باید باشد، زیایی باید گوشتنگیر باشد، اسب دوانده تواند و گوها یک به یک رود مانند پوشکین دویل رود. یعنی که من نمیخوام یک زیایی با قول ما بخمو چمو و لخ باشم. خوب سری هم بس خوب برای چی گفتیم که شما در نوارتون دعوت کرده هم دوملا ابراهیم هم مشاهدین دوملا ابراهیم گفتین دعوت کرده بود همش دعوت کرده. همین ها اومدن، اگر نه اومدن گذشته از این چرا اومدن؟ میدونی چی؟ ترسیدن همین دستمیتی که مثلا نمیگوی امیرا افیر میمونی میتی؟ هر شنیدن نه نماینده یکی از همین دوملاها اومدن با من گفتن که دوملا بخودی یکی از همین دوملاها گفتن که از نزد کتابخانه من میگذارد و جرئت نمیکند که نزد من بیاید بحث، ولی میگوید که روید و با خودی رسونید که همین تحریم، اهانت، تهمت نامه های زردشتی که ما در امر معروف ما صدا داد با سپارش مفتی رحمتی پیشتر حاجی نعمت الله بود. کی بود؟ نعمت الله بود. بله. سال 2008 7-8 نفر امام خطیب ها رو دعوت میکنن، میگن که زردشتی زنده شده است، ما باید یک تهمت نامه نویسیم. همین ها همین کتاب نوشتن و این کس میگوید که کتاب نوشتن تهمت نامه که زردشتی با میزک گاو فلان میکند، زردشت دخترش را به زنی گرفت و باز صدها تهمت نامه دیگر. یعنی که این با سپارش مفتیات جمهوری تاجیکستان سال 2008 همه بحث و جنجال هایی که اطراف من هست و تحقیر و حقارت ها، این در نتیجه امر معروف های همین دوملای محترم است که در اساس سپارش مفتی پیشتر صورت گرفته است. و همین کتاب نشر سال 2008 است
با تمام امام خطیب ها زردشتیه، با تمام یعنی که امام خطیب های جمهوری تقسیم کرده می شود که در امر معروفاتان همین تهمت نامه ها را بگوید، بخوانید، امر معروف کنید. یعنی که مغزی این بچه هایی که رادیکال یعنی که شدن مقابل من کی بوده است؟ شورای علمای تاجیکستان کی بوده است؟ امام خطیبان مسلمانی، امام خطیبان مسجدهای جامع و پنج وقته تاجیکستان. شما مثلا یکم بار با خود یکم امام خطیب هم بحث نکرده هستین سر مثلا قرآن و این چیزی که یازی گفتین؟ نه نمیدونم راستی که در جنازه ها در محفل نمیدونم که در چی مقام در چی مرتبه هستند، ولی بارها ما صحبت داریم. لیکن یک بدبختی این مردم در چی است که از پشت بسیار میزنند. نمی آیند کتابخانه لاهوتی بیا با من بحث کن. حالا تو همین 8 سالی که من بحث میکنم، نه از شورای علما، نه از دانشگاه اسلامی تاجیکستان، نه یک امامی مشهوری همین یا که صاحب نامی همین دولت نه آمده است با من بحث کند. شاید اونها میدونن این چیز رو، شاید اونها مطمئن ترن، شاید اونها آیات های قرآن رو رعایت میکنن که حق ندارن با من فشار بیارن، چون هر کس از جانب خودش و از تن خودش به قول خودمان در دنیا دیگر جواب میگوید. فکر نمیکنید که بعضی شما ببینید از این حال مثلا خوب بحث های اسلامی شاید بسیار شما بلا میاره، فکر میکنید شاید از مقامون میترسن که مثلا نه خد چرا اگر امامی که از مقامات میترسد و از خدا نمیترسد روش سیاه بهترین این یک حساب در خود نرفورید. یک روز حافظ بابایارو این سابق کارمندی اکادمی علمی تاجیکستان بود، یک مقاله نوشت در مورد خرمدینیه که از خرمدینیه خوب دینی مسیحیت و خوب خود زردوش یک دین تشکیل کنیم. کسی کدوم سال من پاپیت کرده است خرمدین، شما در وجه جانب دارم. من جانب دارم. من جانب رفرم دین اسلام آمد. چه چیزی اسلام شما را نیوسترای مثلا کی باید شما اینا رفرم کنید؟ اسلام رفرم میخواهد. اسلام رفرم میخواهد. چرا؟ همین رفرم اسلام یکم گوش کن. خرمدینیه این ایجادی بابایاروف نیست و ایجادی من نیست. این خرمدینیه یک زمانی بود، عهد عصر کوششی در رفرم دین بود و من سال گذشته در یک پستم گفتم که دین رفرم میخواهد. چرا گمان میکنی خودت که رفرم نمیخواهد؟ برای چی 72 مذهب، حتی میمونیه، سلفیه، خوب حنفیه، کیم چیه خب اینا هستن همش. خب در آغاز اسلام این یگان تا اینا نبودن که خب نبود، فقط اسلام خب درست. پس چرا اگر همین در امتداد 1400 سال اسلام پاره شد، چرا خودت نمیخوای که مثلا اندیشه من و حافظ بابایاروف رو در تقویت بخشه که انا رفرم میخواد؟ دین دیگر ساختن نمیخواد. دینه رفرم میخوایم. نگاه کنه خرمدینی یک دین دیگر رو نه خرمدینیه چی گفتن نگاه؟ خرمدینیه یعنی که نه دیگر تاجیک میگوید دینی من است، نه عرب میگوید دینی من است. این دین بشری میشود. از همین ببینید بهترین حدیث ها، عالی ترین آیات های انسان ساز و میکسی همه مذهب ها در یک کتاب گرد آورده شود، از کیمیای سعادت، از 4 کتاب، و با همین اساسش خدا را احترام کن، اعتراف کن، لا اله گوی، پیامبران را بشناس، خب با دین‌های دیگر جنگ اعلان نکن چون قاضی خداست، خب انا زکات بده، روزه بگیر، فرزندان رو شایسته تربیت کن، فلان و فلان. همین یعنی که اینقدر مثلا در مذهب ها رویه رفت، حتی طرز نمازخوانی، طرز مناسبت، طرز دعاخوانی. مقصد ما چی است که مکملش کنیم در یک کتاب. اساسای همین قرآن نمیخواند 90% مردم. ما مثلا در شکل یک کتاب تهیه کنیم، که همین
قرآن اگر بد خواند ولی شرحی یک خدایی یکی عامل ها اساس های یک انسانی موحدی که یک خدایی را اعتراف دارد یعنی همین مقصد چی است یعنی که اگر برای چی شما مقابل هستین که نیمی شیعه نیمی سنی را کشت شما نمیخواین با دین ریفرم کنید تو میدونی که مثلا 5 میلیون سنی 5 میلیون شیعه را 5 میلیون شیعه 5 میلیون سنی را کشته است چرا ریفرمش نکنین یا شاید ما حقیم که یعنی که ما میخوایم که این دین این مذهب ها را آشتی بدرانه خب مذهب نبود در آغاز اسلام مذهب نداشت اسلام در آغازش این چیزای شما گفته که مثلا مادر و فرزند زندگی با خدا یک است جنگ اینا را خدا علاقه در قرآن گفته است که کی را گوش میکنند یا خدا را گوش نکنند مسلمان ها از کجا پیدا شد نمیخوانن چه شما یک دین دیگر تشکیل میکنید ببینید خودش قرآن میگه که دین دیگر تشکیل کس با اهل عیالش با اهل شما من قطعی او علمی فیلسوف آشنا من کسم شما اندیشه ما رو حاضر آمیخته کرده سید او جانبداری آن است که خرم دینیت تصویب یابد من جانبداری آنم که اسلام رفرم کنم تمامی از همه مذهب‌ها بهترین الگو بهترین آیات بهترین حدیث‌ها را گیریم یک کتاب که از روی همین مسلمان تا مردنش زندگی کنه جنگ نکنه اگر نکشه اگر از روی قرآن مسلمان زندگی کنن همین کارو نمیکنن چون خدا دهی جناب باید دین یک کسی به جنگه از برای سبب همین زنگی به شستن سیاه میشه تمام دنیا در حال یک دین انسان میکشد همین اسلام است در یک دولتی که مثلا اگر همه جنگ جداله از افغانستان سرکرد تا لیبی و عراق سوریه کجای در جنگ جوش است مسلمان است من میخواهم که رفرم کنیم تمام دیگر مذهب ها آشتی شوند همین اساس شود بگیم که اساس قرآن خب ولی دستور زندگی شما انا تفسیر قرآن خب در 100 صفحه اساس قرآن دستور زندگی شما تا قیامت من فهمیدم یعنی شما از دیگه دینو در جای علاوه کردید نه یعنی که اسلام رفرم میخوام کرد که هر دنیا گفت ما میگم که اگر اسلام اگر مسلمان ها به همون قرآنشون رفتار نکردن نه نمیگم که با اهل کتاب نمیکنن رفتار نمیکنن خب مادر خب با اهل عائلتون با بهترین رفتار را داشته باشین همسراتون یعنی بله کشتن یک نفر بناحق گویا بشریت قتل کردن بله آیات هست اینا خب یعنی در تمام حتی زن تا احترام نکردن ان اکرمکم عند الله اتقاکم انما المؤمنین اخوه بله مؤمنان بالا چی به یعنی انما الاعمال بالنیات از این که یک تفسیرهای دیگر شما میکنیم یعنی خود شو قرآن اگر پیروی کنیم این چیزا برهم میخوره نمیکنن قرآن پیروی نمیکنن خوب دین ما متاسفانه بسیار میشنم که میگن که اسلام غیر بوده که چیزی نداره این زمان تقدیم داره لیکن پرزیدنت ما حتی از منبر سازمان ملل متحد گفتن که تروریسم و کشتار هیچ ربطی با اسلام نداره بعد اومدن در یک صحبت دیگه شون گفتن که خب تروریست دین مذهب ملت نداره یعنی اسلام ربطی به این نداره اسلام ربطی به دین با ترور نداره یعنی وقتی که پرزیدنت ما میگه که ربط نداره و اینایی که متاسفانه اینا در حکومت و کار میکنن میگن اسلام بجز دین بجز ترور چیزی نداره ما خیلی متاسفم شاید که اونا فقط میخوانم اسلام یک دین جنگجو ببینن و شاید چند آیت از سوره توبه خوندن متاسف درست ولی بیا ما بگیم که اکا جان خوب در همه قدر سال کی از ترور ضرری بیشتر دیده است مگر مسلمان‌ها ضرری بیشتر ندیدن سه خلیفه ما رو مثلا سه خلیفه اسلام رو ترور کردن پس از 4 خلیفه 3 ترور کردن یعنی ضرر ترور از همه بیشتر مسلمان‌ها کشیدن یعنی ترور چرا اسلام مفهوم ترور را گرفت و یا ترور سینانیم اسلام شد به من جواب بده تو سوختن شکه تو سوختن چرا ما دویم دیگه کسا گناهگار میکنیم کی گفت در افغانستان کی را همین 40 میلیون 30 میلیون مسلمان 40 سال یک در میکشن کی گناهگار شوروی اومد خب دینش نگرفت جای نمازش نگرفت وایش نگرفت سر قدرت همین را کی میاره یگان بر خلق اولی در عراق شب و روز شیعه سنی را کشته سیاه شد یک دیره دولت سنی تشکیل شد دولت اسلامی شما حتی صورت‌های البغدادی را دیدید که قطعی بفش سابق وزیر کارهای خارجی
خب امریکا پیش از اونی که دولت اسلامی شد در یک میز نشستن. پس مسلمان با این حد به عقل است که برش نه با این حد گوش کنه. برای چی مردم شویتسیا، مردم شویتزاریا، برای فرانسه، فرانسه، کانادا، برای چی اونها را جنگ نمیاندازن؟ در دین ما نیستن. کسی اونها را چه نمیکنه، در زمینه دین بازی نمیدارن. فقط مسلمان شاید قرآن بخونن میفهمن، کتاب نمیخونند، کتاب نمیخونند، قرآن نمیخونن. مثلا یک نفر میگه که خودش چی میگم از اسلام هیچ بو نبردگی است، مرا میگه که من در مسلمانی تو توف کردم. اینا مرا میگه که من در مسلمانی تو توف کردم. من باید نخیزم خطی اون جنگ کنم. ما باید خدمت اصلاح کنم. یعنی در مسلمانی من یک خطاگی است که همین آدمی که خودش شاید از اسلام فلسفه داره در اسلام ما توف میکنه در مسلمانی. ولی یک نفر میگه که من در اسلام توف کردم، اونم ما باید از میگه که خدا و پیغمبر با چی حمایت کنی، باید جهاد خیلی باید. نه میگه بعد چیزی شما دوی میگن که چی نداره، چی میگن یعنی با پشتگیری ما احتیاج نداره، نیاز نداره پیغمبر. بله ما با باوریم، شما از باوری هاتون تو حاضر مثلا بله اعتقاد است. او چی میکنین مثلا بگید تو حاضر میکنین چی با یک مسلمان حق نداشته باشه که از اعتقادش حمایت کنه؟ اینا ما میگم مرا بگه در مسلمانی توف کردم، من نمیگم برای ما شاید اعتقاد شیعه و اعتقاد سنی چی جای حمایت داره؟ ما در نظر دارم که اگر یک نفر تا مسلمان مرا بگه، ولی وقتی که در اسلام توف کردم میگه و تا از دینت از امو باوریات از دینت حمایت کن، کی گفت که نکن؟ فکر نکنم که اینا میخوان از دینشون حمایت کنن، ولی نمیتونن، ولی نمیدونن، ولی از اونی که نمیدونن نمیخونن، فروگرو میشن، کشتنی تون میشن، نمیخونن، نمیان سر یک صحبت کنن، کشتنی تون میشن. داره چی بتون 5000 کتاب خونده میشه که یعنی بعضی پستاتون، یعنی بعضی پستای شما با جنگ میره، یعنی همین دل خودم خودش باید جنگ کنه. من هیچ وقت مثلا با پست شما نه کار گرفتم نه جنگ کردم، ولی خطوندم میفهمین که با میدونم که هر چی که من مینویسم نیمی مردم توراتش میشکنن. من اینا دونسته میکنم برای که عصبوشون مغزهای یخ بستهشون آب شود چیزی نویسد. وقتی که هر چی که در کوزه است میبراید، وقتی که و حقارت کن مرا بگو فناته دیگه، پس دیگه بوده گپ نمیشه زدن. اگر مثلا دعوت کنید نمیتونم، نمیفهمم کورس کنه همین افرادگرا شما هم دعوت کنید که بفهمن هم دین خودشون رو بفهمن. شما بانو جسارت، من پداگوگم، شما اون جسارتی که داره، یعنی همین جسارتی که از خب او استفاده میکنه، از دین دفاع میکنه، حق شماست که دفاع. بله ولی اگر شما از زمین از دین تون دفاع میکرده، نمیگفته که دین اسلام دین آدم کشی است، نمیگفته، اون گفته که واقعا خوبی های دین ترغیب میکنه. شما فکر نمیکنید که چقدر جوانان حرف شما را گوش میکردن و با این رو شما افرادگرا رو از راهشون این طرف میکشید، از اینی که مثلا از دردوش مثال نیاره، نه بگه نه بچه انا قرآن هم خیلی میگه تو قرآن باور نداری، شاید همین از بین همین چیزا رو میبردین. در این 7 سال خیلی خواهد شاید جوانان را شما از همین وقت از دینشون دین حقیقتشون میگفتین قبول با این حد نمیشه. قبول این اخیراً سوال قبول. چرا گمان میکنی که من برای اسلام خدمت نکردم؟ من همچنین دیرکتور رادیو تاجیکستان اولین بار ختم قرآن در رادیو تاجیکستان کی کرد؟ من اعتراف میکنی؟ 100%. من قرآن ختم کردم. من 4 کتاب در رادیو تاجیکستان کی جرأت داشت که در تلویزیون دولتی قرآن ختم کنه به خاطر آسایشتگی ملت ببخشه؟ من فاروق زیویف 2 کسا پرزیدنت وقتی کتاب قرآن به تاجیکی تهیه کرد، ترجمه کرد و من اینو گرفتم و زبان در رادیو تاجیکستان قرآن ختم کرده و در آخر گفتن که ختم قرآن بخشیده شد به سعادت آسایشتگی هر دو دنیای ملت تاجیک. خب 500 حدیث حضرت محمد، خب احادیث نبوی را کی تهیه کرد در رادیو تاجیکستان؟ من. خب انا کتاب تهیه من معجزه‌های قرآن که 40,000 نسخه نشر شده است، این خدمت نیست؟ 40,000 نسخه خوانده ای؟ نه دست نفتیده 40,000 نسخه. یعنی که شما چیزی را که میدونین، شما چیزی را که از اسلام میدونین، اون افراطی ها حتما که نمیدونن. وقتی که اگر در سوتست هم در همین سامانه اجتماعی 7 سال همین کاری که در رادیو کرده اگر میکردین، نمیکنم. برای چی نکردم؟ برای چی؟ برای اون که دیدم که اینها وقت اینها به نیای ما، به گذشتگان ما هجوم کردن و من همچون وکیل دفاعی زردشت شدم. حالا خب برای هم گفتم که اگر مثلا شما جوانو رو میگفته که ببین قرآن رو میگه که خدای دیگر رو حقارت نکن،
اینا قرآن گفته چه خورد میکنه شاید هم جوان نمیکنه چون اکثر جوانای ما گوش میکنن یعنی حال تماشا میکنن متاسفانه نمیخونن یعنی گوش میکنن تماشا میکنن امروز هم که سوریه رفتن از اون امر معروف چند افرادگرا یعنی فقط تماشا کردن سوره وقتی ما میگیم که آیات فلان جا رو بخون که خدا میگه یک نفر به ناحق قتل که اون مسلمان نمیگه یه نفر میگه اگه تو مسلمان رفتی در جای قتل کردی این چی میشه حالا با کدام نیت اومدی این اگر کور کردی کو قطعا دیگه گپ نمیزنی الان آخران جمله ما گوش کردم آیا میدونی که من معلمی فارسی ام یعنی که 5 سال از مکتب رقم 5 از مکتب رقم 5 نوع فرخورد تا مکتب ملکه صابرова مکتب 14 شهر دوشنبه یعنی حدود کم و بیش 1000 نفر هموطن فرزندان من خط قرآن الفبای نیوگان فارسی آموختم و باز 40,000 نسخه تبریک گفتم هارون یحیی رو ترجمه کردم معجزه قرآن شدسه کرانه و همین 6-8 نشر اینا وزارت فرهنگ کمیته دین اعتراف کرد امضا کرد و نشر شد و به مردم تقسیم شد ولی در نصفی همین مسجدهای منطقه کلوب از روی تهیه من امر معروف میکنم اکنون در آخر من یک فالت میبینم از فال حافظ بعد خداحافظ میکنیم بعد میفهمم که نزدی من با کدام نیت آمده ای تو بسم الله را فراموش نکنه که بسم الله الرحمن الرحیم رفتیم بگیر صحیفه را جدا کن چپ یا راست گوی کدام طرف راستی ما یا راستی خودت اینجا راستی خودت یا راستی ما چپی من راست چپی من راستی شما خب فال شما فال رقم 319 فال حافظ برای چی فال حافظ مسلمانان دنیا اصلا فال در قرآن در اسلام میدونه که ممکن نیست ولی چرا فال حافظ رو قسمان مسلمانان دنیا اجازه میدهند برای اینکه حضرت حافظ میگوید که هر چی یافتم همه از دولت قرآن یافتم در 500 غزل حافظ 10 ها 100 ها آیات ها مذکور است خب فال شما چنین است همیشه در انتخاب دوست دقت کن و با کسی دوست بشو که غمخوارت باشد و در شادی و غم با تو باشد کسانی که فقط مواقع خوشی و سودبری با شما هستند باعث می شوند که در زندگی عقب بمانی یا عقب بمانی آنها را رد کن خدا شکر من دوستی زیاد ندارم سلامت باشن یک جان تشکر به هیئت ایجادی خب برنامه ما رو حتما در سامانه‌های اجتماعی پیگیری کنید زنده باشید رحمت به آقای عبدالقادری توبه زنده باشید همین مغازه رو ما چند سال پیشتر سال 2019 هم قرض کردیم و از چند برابر قرض کردیم تمام یعنی استیلیاژو و یعنی بارو و یعنی استیلیاژو نه بارو نه خیلی مانیکینای زیاد داریم خوب دو برادر که خرج کردگیم امروز زندگیشون بسیار مشکل شده از چرسی رفتن ایمونن یک دیگه‌اش مادرش بیمار است اونایی که من خرج کردگیم خوب کوتاه گپ همین مغازه من خوب استیلیاژو و بارو شد به نرخ ارزان میفروشم تا قرض همین دو برادر بدیم تا در حق مشکلی اونها هم ضامن نشیم برادران گرامی رقم دستی ما در پایان میمونم برادران هر کسی که طلب خریدار همین بارو و تمام یعنی استیلیاژو و مانیکینو و همه اینا هست خوب زنگ میزنیم برادران واتساپ وایبر ایمو همه شامل